بله. الو سلام. سلام. خانم معینی؟ بله. هیوا مولانی هستم، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. گفتم اگه اجازه بدید بله. چند تا سوال خدمتتون عرض کنم در مورد آقای سهیل عربی. بله بفهم. خانم معینی میتونید در مورد آخرین جزئیات پرونده همسرتون سهیل عربی واسمون بگید؟ آقای هیوا توضیحات پرونده کامل روی سایت هست. من تصمیم گرفتم فعلا با نهادهای حقوق بشر صحبت نکنم، البته خیلی به حق من لطف داشتن این مدت، ولی گذاشتم یه ذره به بحث‌های کمی بدم به پرونده که از طریق مناسب داخلی فعلا این قضیه پیگیری بشه. من امیدم اینه که نمیدونم جواب مثبت بگیرم، نمیدونم چی بگم. من باید همکاری همه ازشون تشکر میکنم، ولی